اولین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان است و عبداللطیف پدرام از اولین کسان است که برای رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری آمده است تا خود را کاندیدا کند. آقای احسان است، هزاره است، آقای وردک است، پشتون است و برخلاف خیلی تبلیغات کلای ما هست، ما مردم را دوست داریم و وقتی میگیم دولت ملت بسازیم با همین مردم میسازیم، با همین اقوام میسازیم. همین گونه عبدالحکیم ترسن آمده است تا برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند، اما به دلیل عدم حضور معاون دومش ثبت نام وی صورت نگرفت. ما هم خواستیم به مثابه یک کاندید احتمالی و یا کاندیدای ریاست جمهوری در آینده افغانستان بتانیم علیه همین نابسامانی ها، علیه فساد، چور، چپاول و ناامنی مبارزه بکنیم و یک صلح و یک فضای امن که نیاز داره مردم افغانستان ایره مهیا بسازیم که انشالله تعالی شاید بر روز شنبه و یا یک شنبه که مع الخیر معاون دوم ما تشریف بیارن، باز حتما باز هم کمیسیون انتخابات زحمت خواهد دادیم و همچنان شما رسانه ها را هم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا حال 73 تن بسته های معلوماتی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را به دست آوردند. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه 23 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي چې د جدي د اول نیټې نه د جدي تر 12 نیټې پورې دغه وخت مونږ د معلوماتي کڅوړو د ویش لپاره ځانګړی کړی و او د جدي د 13 نه د جدي تر اخره پورې به د ولسمشرۍ کاندیدان رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان ثبتوي. اما اینکه تا پایان این مرحله چند تن خود را به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری ثبت نام میکنند معلوم نیست. قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری همراه با انتخابات ولسی جرگه غزنی، شوراهای ولسوالی ها و شوراهای ولایتی در 29 سرطان سال آینده برگزار خواهند شد. اینکه در 29 سرطان هم انتخابات برگزار می شود یا نه با گذشت زمان روشن خواهد شد.